سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو علی. من یاسین اسپایسی هستم و واسه دمتون گرم که این ویدیو رو نگاه میکنید. نگاه نکنید، قرار آبروی علی رو ببرم. خلاص دیگه حواستون باشه. قربونه. چالش چیه؟ چالش امروز داداش چالش امروز بچه‌ها اینه که دوئل مولتی میزنیم. هر 5 تا کیل یه سوال جنجالی میپرسیم مثلا دیگه. هر سوالی هم باشه باید طرف مقابل جواب بده و اینکه به احتمال زیاد علیوان بعد از این ویدیو یوتیوب پاک میکنه. اینطوری هم نیست داداش. هر 5 تا کیل چطوریه؟ هر 5 تا 3 تا. در 5 تا داداش فرار نکن. الان تایم مچ هم میبرم. سوالا مسخره نپرسی، سوال درست حسابی بپرس. یه سوالی میپرسم فردا تو خیابون بخوری. آبرو شرف ما رو نبری. چی بزنیم؟ دوئل اسنایپ؟ آره دیگه اسنایپ. بگو. با خدا اومدی دوئل تیم دث مچ. حس انی دارم داش. من گانم رو درست نکردم. باش مولتی چرا اینجوریه؟ گانم اوکی شد. کجا کم کردی؟ داش بعد 3 سال میام دارم مولتی بات بازی میکنم. چرا باتی؟ یکی باتیه. ستینگ منم خرابه. این دراز نشسته کجا بود؟ نه فکر کنم دست به چیز الکی گذاشتم. ولش کن. خب 2 تا داداش، 2 تا کی حواست داشته. واقعا دوست ندارم اولین سوالو بپرسی. هیچی تو ذهنم هم نمیاد. واو 3-2 منم داش سنسم خیلی بالاست. نمیره بالا از این خونه. گزینه داره؟ چی داره؟ چرا نمیره بالا؟ نمیدونم چرا وان شات نمیشی. از در دیوار نمیره بالا. گیر کردم تو در دیوار. اصلا دوست ندارم داش سال اول جواب بدم. یه اسنایپ هم شبیه اسنایپ افغانی هم. این دستگاه میگه با دستگاه داشت خط نگیر دیگه حداقل. وای خط نگیر. خب داشت خط نگیرش. آره تو ریکورد نگاه بپرس سال اول. خب نظر عجب گوی هستی. خب بپرس سالو. سال اول اسم اولین دوست دختر داشت سانسورش میکنه. اسم داشت یادم نیداد حقیقتا. بذار فکر کنم چند تا داشتی داشت. یادم نمیاد زیاد داشتم. بگو دیگه. معصومه. جدی میگم.
بیا بازی کن. یکی اضافه زدی به جا یکی از توت رد شد. آسمان بگو. داش تو روز تا حالا شده مثلا تا حالا زدی؟ چی زدم داش؟ دست به چیزت بالا یا نه؟ یه بچه ها میفهم داش دیگه هر نیاز میلیشه میفهمی برحال خور داشت چند بار پرسیدم چند بار ما هم زدیم یه روزی چند بار چی بود نمیدونم داشت عدد چیز نداره بیا نیازیه که داداش دومین سوال باید جواب بدی میدونم حس بدیه آبا از زیر ایم هم داری فرار میکنی دیگه به هر حال یاسین اسپایسی داره قوی میشه و داشت سوال بعدی و نسم بپرس خب سوال بعدی مشروبات اولین بار اگه خوردی بگو خوردم اگه اولین بارم چی خوردی مثلا چه جوری خوردم ویسکی خوردم تو 13 سالگی داش الان ترک کردم دوست داری این سوال بعدی هم جواب بدی نرسه به سوال خودت داش خب با خط میزنی تو داش نوب سگم میتونی بزن میبرمت بتل نایفت میکنم سوال ازت میپرسم حواست باشه برعکس نشه داش من خودم بتل پلیرم آره یکی بگو داری با نایف پلیر لیدر وردی صحبت داش همینطوری دستم میره رو نایف چه هیپ فایری خوردی ایراد نداره داش مبارکت باشه حس قلبی میگه از اون ور میای حس مغزی میگه تو خیلی لاشی از این ور حس قلبیت اشتباه میکنه من با کمپ دارم میام خط گرفتی و نمیایی اینم خط بود داش اتم رد میشی چیکار کنم از توم رد میشه یه قشنگی نیست داش ایمم نیومد بهترین کارو کرد فراموش شد بهترین کارو کرد که ایمت نیومد داش خط گرفتی داش تیرام رو ریجستر نمیشه سنسم خیلی بالاست خود تو اگه تو خطگیر نیستی داشت به بیرون من بزنم خطگیره ای نیده فقط خودم وای داش خط نگیر من زودتر زدم و چیته دیگه داش خط نگیر خود چقدر حروم زاده ای خیلی بیاده خب میرسیم به سوال دوم نزن سوال دوم داش من میدونم تو دخترباز قهاری هستی از اونجایی که با هم رفتیم بیرون و میدونم که دخترباز خوبی هستی راستشو بگو دختر تا حالا بردی خونه از اون کارهای بد بدم میکنی من نبردم نبردی؟ نه ولی قول نمیدم طرف اومده باشه بیا تو ایمم بوم ساید
دارم کانتر بازی. کجایی؟ داشت الان این دکمه داره نشون میده تو انقدر لاشی اینجا کمپیدی. منم دکمه یه دونه از اینا دارم. نزن داشت از اینا نزن. نگاه تو سوله کپ کرده بود. این درخت خطکیرا ساخته شده. آخ فرار نکن فرار نکن فرار نکن به قول یارو افغانی فرار نکن فلان هم به فلانه داداشی داش نمیخوره. آها بگو نوح هم خوره چیه داش نوب چیه 4 سال مولتی آخرین باری که مولتی بازی کردم خیلی قوی بودم رو موبایل بوده. بابا چقدر تخمی بازی میکنی بیا جلو دیگه حوصله‌مو سر رفت. خب تو بیا اومدم جان مادرت بذار بزنه. بار اومدم مسابقه علی بیوان را پیدا کنید 10 نمره دیگه الان داشت دیگه راشتو دادم دیگه. داره میگه اینجایی بابا داش با خب تو وای میسی با این علامته چیز میکنی بپرس. سواله مایزا فکر کنم بیچاره میشناسمت مظلوم و حالا دختر رو چیز کردی چی؟ ترتیب دادی نه به اونجا نرسیده. نه آره پورنهاب شدی بعد تایتل بذاریم سوالای پسرا تا حالا دادی کردی نشدی خوردی زدی داشت بابا خب داشت بذار من بیام پایین. اصلا نمیشه بگی رنگ مورد علاقه چیه بابا بپرسی زدی کردی بطری بازی بیا داش داری آبرومونو میبری یا داشتن دماغمو میخورم من پشت چیز بودم کانتینر بودم. چیتش میگن چیت یاسین اسپایسی عدد یک کامل برای سریع چون ربات حتی با فالو داشته باشی نداشته باشی نمیاد. آها پیش من بودی که از این کارا نمی کردی. داشت الان با خط هم نمیتونم کمپر لاشکس با کمپ هم نمیتونم بزنم. ای نیت ننداز شیرازی ها میگن آمو مگه ماست روه آمو کجای هم کجای ای دهنت سوال بعدی بپرس. مثل یکم فکر کنم جرأت بگم نه جرأت حالا چیز بپرسی ایزی جرأت بگم همین الان انجام بدم. آره جرأتی که مزیار بهم داد تو ویدیو خودم میخوامت بدم بگو ببینم چیه. همین الان برو به یکی از دخترایی که فالوشون داری حالا بعدا تو ویدیو جوابشو بذار پیام بده که خوشم ازت اومده و اگه میشه با هم اوکی شیم. خودت تعیین میکنی کدومه یا خودم رندوم؟ نه خودت به جز اونی که من میشناسم. ای دنسز آره بعد جوابشو تو ویدیو بذار. همین الان مسیج بدم؟ مسیج بده بعد ویدیو جوابشو هم مسیج جواب بذار. باش داشت دهنی هنه از سرویس کنم آبروم بردی.
باش نمیخوره داش میزنم تو صورتت. صورتش نزنی داش. چرا این لاشی کشم پیدا نمیشه داش؟ خط نهی ترسیدم. دست میذارم رو ایم نیم ساعت بعد میاد. نمیدونم این مولتی پلیرهای کال آف چجوری. کجا رفتی؟ دارم عصبی میشم. یه دونه کیل دیگه میخوام. داش میشینه کاراکترم. چقدر باتم. وای آجی یه ثانی فینیشر تو من نزدم کیرم تو مغزم. دکمه فینیشر کدومه؟ تنظیمات کدومه؟ علامت چیزه اسکلته. چرا ندارم من؟ بذار من اینو بذارم این ور. دهن منو سرویس کرد. چرا ندارم من اون گزینه رو؟ منم ندارم نمیبینم. منطقه کلاف Heads up. نزن UAV. خب داش منم الان اینو میزنم. این چیه؟ داش این چی بود؟ سپر دیفنده. جنگ داش سپر. خب یا سوال. خب چی بپرسم ازت؟ موقعی که تو شمال از هم جدا شدیم دختر بردی خونه؟ دختر بردی ویلا؟ نه داش نه تو جنگ مگه دختر بودی؟ خب بیا. چرا ریچ نشد؟ آها چرا صدای افغانی ها دادی یه دقیقه؟ اوه ایمم شد. چقدر بد زدم. ایمم یهو باز شد رفت. جسپر نمیشه. اتچمنت اسم خیلی هم بهتره آجی. ادیبی وان کام بک. الان با خط میخوای بزنی؟ داش خودتو نکشی منو نمیخواد بکشی. کل مپو دور زدم. بابا میخوام این فایر رو بزنم نمیخوره. هر کی منو بزنه گل. بپرس. سوال داش سوال. گردن تو شمال کی کبود کرده بود؟ خود لاشید. داش ما رابطه نداریم با هم دیگه دوستان عزیز. جهت شوخی بود. آره داش بازداشتگاه هم فرمانده همینه میگو. خاطرش رو تعریف کنیم برای بچه ها. پشتی چیزی معلومه این بود. داش دارم روانی میشم. بیا بیا. داش این چیه؟ سپره. سپر دزدان دریایی چیزم میره. داش خط نبود. خط تو نه داداش خط چیه؟ خط شوخیه. خط فوشه برات. کجا داری میای؟ آها 15 ثانیه دیگه تایم تموم میشه. چرا وای داداش تو لیدر بورد چند بار لاشی بازی در آوردی؟ سر همه. بگو. صدات نیومد نشنیدم. میگم تو لیدر بورد چند دفعه لاشی بازی در آوردی سر بچه ها؟ چه لاشی بازی؟
تک کنی مثلا نظری اکانت بقیه بره بالا. چند بار کردی این کارو؟ ببین قدیما بود تعدادش از دستم در خب تموم شد. سوالا مساوی نبود، تو بیشتر پرسیدی. کمر درد گرفتم. 100 تعیین میکنه کی بیشتر رو پرسید. میبرمت بتلا، دوئل بتلم بات میذارم. بریم دا. خب خداحافظی کنیم، چیکار کنیم؟ همینو بذار دیگه. همینو میذارم. همین الان چی نباشه 10 دقیقه 9 دقیقه است. خب بذار من خداحافظی بکنم. میخوای یه خداحافظی بکن با بچه‌ها؟ بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا ویدیو علی نگاه کردید. اگه دوست دارید بیشتر از این اذیتش کنم کامنت بذارید بگید حتما. اگرم که نه باز دمتون گرم تا اینجا نگاه کردید. خیلی دوستتون دارم. فدای شما، خدا نگهدار.